به نام خالق هستی، با درود فراوان به هنرجویان عزیز درس طراحی و زبان بصری. با قسمت سوم از پودمان پنجم درس طراحی و زبان بصری، یعنی کاربرد رنگ در هنرها، در خدمت شما هستیم. در قسمت‌های قبل ما اومدیم به مفهوم و جایگاه رنگ پرداختیم. گفتیم که فیزیک رنگ چی هست. در مورد ترکیب‌های افزایشی و کاهشی رنگ صحبت کردیم در قسمت اول و شاخصه‌های اصلی رنگ رو گفتیم. همچنین در قسمت دوم اومدیم به مفهوم تهرنگ یا فهم ارزش رنگی، شدت یا خلوص رنگ و همچنین به اثرات متقابل رنگ‌ها در واقع به همدیگه صحبت کردیم. و ما در این قسمت می‌خوایم به دسته‌بندی رنگ‌ها و رنگ‌های اصلی و رنگ‌های درجه دوم بپردازیم. با ما همراه باشید. اولین موضوع دسته‌بندی رنگ هاست. ببینید بین هنرمندا و رنگشناسا و کسایی که کلاً در مورد رنگ تحقیق می‌کردن و در واقع مطالعاتی داشتن و کلاً تحقیقاتشون روی رنگ بود، اومدن رنگ‌ها رو با شیوه‌های مختلفی در واقع دسته‌بندی کردن. یکی اومد گفت آقا رنگ بین کلاً تمام رنگ‌ها بین رنگ سیاه و سفیده. یکی دیگه اومد گفت آقا اینا از تجزیه مثلا نور میاد به دست میاد رنگ‌های مختلف. خلاصه هی دسته‌بندی‌های مختلفی انجام شد و افراد مختلف دسته‌بندی‌های مختلف ارائه دادند که ما اینجا دسته‌بندی رنگی ایتن رو در واقع در موردش بحث خواهیم کرد و طبق این دسته‌بندی رنگ‌ها رو میشناسیم. یک فردی بود به نام یوهانس ایتن که اومد یک در واقع چرخه رنگ رو پیشنهاد داد. یک چرخه 12 رنگ که معروفه به چرخه 12 رنگ در واقع ایتن اومد پیشنهاد داد و رنگ ها رو بدین صورت دسته‌بندی کرد. این چرخه رنگی ایتن هست. ببینید 3 تا رنگ اصلی در مرکز این چرخه هست. خوب توجه کنید. زرد، قرمز و آبی. 3 رنگ اصلی که میگن این 3 تا رنگ های زرد، قرمز و آبی و رنگ های سبز، نارنجی و بنفش در واقع اون بخش دوم این چرخه رنگی هست و سایر رنگ ها ببینید در این دایره. خوب توجه کنید. اینجا زرد این قسمت دایره قرار داره، قرمز این قسمت و آبی هم سمت در واقع چپ دایره رنگی و چرخه رنگی قرار داره. سبز که این قسمت هست، قسمت دوم که بهشون میگن رنگ‌های درجه دوم، حالا در ادامه توضیح خواهیم داد، این قسمت قرار داره و اگر توجه کنید تمام این رنگ‌های اول و این رنگ‌های قسمت دوم اینجا هم قرار داره. خب 6 تا رنگو که اینجا در واقع تقسیم کرده. این 6 تا رنگ: زرد، قرمز، توجه کنید اینجا قرمز، اینجا هم نارنجی. بین زرد و نارنجی یه رنگ دیگه به وجود اومده از ترکیب این دو رنگه. ببینید این دو رنگ ترکیب میشن، این رنگو به وجود میارن. از ترکیب این نارنجی با این قرمز این رنگ به دست میاد. توجه کنید این نارنجی با این قرمز این رنگ به دست میاد. از ترکیب این قرمز با این بنفش، ببینید این قرمز با این بنفش، این یکی بنفشه انگار به دست میاد. خب توجه کنید به کلا به این صورته. از ترکیب رنگ‌های کنار هم در واقع اینا تشکیل میشن. به اینا میگن رنگ‌های اصلی درجه اول، رنگ‌های درجه دوم و اینا هم به قول میگه رنگ‌های درجه سوم. چرا حالا به اینا میگن رنگ‌های اصلی؟ به این دلیل که ببین یکی از دلایلی که به اینا میگن رنگ‌های اصلی اینه که رنگ‌های اصلی درجه اول از ترکیب هیچ کدوم از رنگ‌های دیگه به دست نمیان، بلکه سایر رنگ‌ها از ترکیب اونا به دست میان. پس اگر گفتیم رنگ‌های اصلی چی هستند؟ زرد، قرمز و آبی 3 رنگ اصلی هستند که اگه حالا این 3 تا رنگ که 3 رنگ اصلی هستن با هم ترکیب بشن رنگ خاکستری رو به وجود میارن. یه رنگی مایل به خاکستری به وجود میاد. حالا اگر در خالص‌ترین حالت ممکن باشه، حالا رنگ‌هایی که معمولا تو بازار هست خیلی کم پیش میاد که حالا این رنگ در خالص‌ترین حالت یعنی زرد باشه. حالا تو قسمت در واقع اشباع و خلوص رنگی توضیح دادیم که آقا این رنگ منظورمون چیه که آقا خودش باشه، اون زرد باشه یا آبی باشه، مثلا نباشه آبی پر رنگتر، کم رنگتر و اینها.
پس اینم از رنگ‌های اصلیش. پس شما 3 تا رنگ اصلی دارین، رنگ‌های زرد، آبی و قرمز. خب اما رنگ‌های درجه دوم، همونجور که تو اون قسمت تو دایره رنگی توضیح دادم، ببینید اینجا گفتیم دیگه رنگ‌های درجه دوم میشن کدوما؟ میشن نارنجی، بنفش و سبز. درجه اول شدن زرد، آبی، قرمز. حالا درجه دوم میشن نارنجی، سبز و بنفش. حالا چطور به دست میان؟ از ترکیب قرمز و زرد این نارنجی به دست میاد. اگه شما همیشه این دایره رنگی رو در واقع توی ذهنتون بسپارید دیگه کامل متوجه میشید. از ترکیب این زرد و قرمز این نارنجی به دست میاد. اینجا نوشتیم زرد با قرمز قاطی کنید چی به دست میاد؟ نارنجی به دست میاد. از ترکیب این آبی با این زرد سبز به دست میاد. آبی با این زرد سبز به دست میاد. و از ترکیب قرمز و آبی بنفش به دست میاد. که دیگه فکر نکنم مشکلی باشه. یعنی شما اگه یک بار این دایره رنگ رو به خاطر بسپارید دیگه کامل میتونید هم رنگ‌های درجه اول رو بگید هم رنگ‌های درجه دوم و نحوه ترکیبشون رو میتونید خودتون دیگه با گواش انجام بدید. به این توجه کنید که اینهایی داریم توضیح میدیم شما باید عملیشو انجام بدید. یکی از تمرینایی که حالا آخر هم توضیح میدم اینه که شما دایره رنگ رو ترسیم کنید و رنگ‌های درجه اول رو در جای خودش قرار بدید و رنگ‌های درجه دوم هم بسازید با استفاده از ترکیب رنگ‌های درجه اول. و موقعی ساختنش هم باید خیلی توجه کنید که زمانی دارید این رنگ ها رو با هم دیگه ترکیب میکنید به هیچ عنوان نباید گرایشی به این رنگ ها داشته باشن. یعنی سعی کنید، حالا نمیشه بگی به هیچ عنوان مثلا این نارنجی میسازیم، ببین این نارنجیه اینم نارنجی، اما کدوم نارنجی داره؟ این سبزه اینم سبزه، اما کدوم سبز داره؟ حالا چطور ترکیب کنیم؟ اینو حتما دقت کنید موقعی ساخت و زمانی که ساختید تموم شد و اینا خواستید رنگ کنید دایره رنگ رو حتما تست کنید. چند بار به نظر من شما باید تست کنید تا دستتون بیاد چه ترکیبی میتونه در واقع اون رنگ خالصتر رو به شما بده. یعنی اینکه نارنجی نه به زرد گرایش داشته باشه و نه به قرمز، همچنین بنفش نه به قرمز گرایش داشته باشه و نه به آبی، خودش بنفش باشه. به این موضوع حتما توجه کنید موقعی ساخت رنگ ها. و بعد که حالا رنگ ها رو ساختید روی کاغذ معمولی نیاد این رنگ ها رو درست کنید. حتما حالا یا کاغذ های فابریانو با ضخامت خوب و حالا 220 و اینا سعی کنید انجام بدید که دیگه رنگ پس نده. دیگه حداقل این کاری که میتونید کنید اینه. روی کاغذ معمولی زمانی که شما میخواید در واقع رنگ کنید دیگه از اون طرف مقوای شما رنگش معلوم میشه یا شاید مثلا برگه شما رو کلا خراب کنه، رنگ پس بده از اون طرف. و باز هم اگر ساختید و نتونستید به نتیجه دلخواه برسید سوالات خودتون رو به آیدی بنده بفرستید و اونجا کمکتون میکنم. و اما تمرین 1 شما گفتم که تمرین اولتون اینه که یک چرخه رنگ ایتن رو ترسیم کنید. بعد از اینکه چرخه رنگ رو ترسیم کردید رنگ‌های درجه اول رو سر جاشون بذارید. چی بودن رنگ‌های درجه اول؟ ببینید این چرخه رنگ زرد، آبی و قرمز. بعد از اینکه اینها رو در واقع در جای خودشون قرار دادید رنگ کردید اینجا میاد چیکار میکنید؟ با استفاده از این دو تا رنگ رو با هم دیگه قاطی میکنید و این رنگ رو میسازید و اینجا رنگ میکنید و همین رنگ‌های درجه دوم هم بسازید و سر جاشون قرار بدید. و اما تمرین دوم میاد کادر 15x15 باز هم ببینید در کاغذ معمولی به هیچ عنوان انجام ندید و قبول نمی کنم ازتون. یک کادر 15x15 ترسیم کنید که 9 تا خونه داشته باشه. حالا اگه 15x15 بیشتر هم شد اشکال نداره، مهم اینه 9 تا خونه مساوی شما به دست بیارید. 3 تا خونه بالا رو میایید 3 رنگ اصلی رو میزنید، زرد و قرمز و آبی رو میزنید 3 خونه بالا و 3 خونه پایین. ببینید 3 خونه بالا دارین، 3 خونه وسط و 3 خونه پایین. 3 خونه بالا رو رنگ زرد و قرمز و آبی میزنید و میایید حالا 3 خونه پایین رو بازم یکی از رنگ‌های اصلی میزنید، اما باید جوری رنگ کنید که اون رنگ وسط از ترکیب این دو رنگ به دست بیاد. مثلا زرد، قرمز، آبی توی 3 خونه بالا من میزنم. خب حالا میان تو 3 خونه پایین، خب اینجا میزنم اینجا زرد، آبی و قرمز. بله حالا اینجا زرد رو داریم دیگه، اینجا هم آبی رو داریم، خونه بالا آبی رو داریم، خونه پایین هم زرد رو داریم. این وسطیه چی میشه؟ زرد و آبی.
میشه چی؟ میشه سبز دیگه. شما سبز رو میسازید. حالا اینجا قرمز شد. خب بالا قرمز، پایین مثلا زرد، حالا یا آبی، هرچی. آبی شد، اینم قرمز شد. شما باید وسط رو بنفش کنید، یعنی از ترکیب این دو رنگ بالا و پایین باید رنگ خونه وسط رو بذارید. این دو تمرین رو انجام بدید، برای بنده ارسال کنید و اگر سوالی هم داشتید حتما بپرسید. آیدی بنده در روبیکا هم آندرلاین تاج‌الدینی است. ادساینی پشتش بذارید و این رو تایپ کنید و به من پیام بدید و هر سوالی هم داشتید بپرسید. امیدوارم که موفق و مؤید باشید.